سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در 43مین جشنواره فیلم فجر اهدا می شود به جناب آقای مصطفی زمانی برای فیلم شمال از جنوب غربی. آقای زمانی واقعاً یکی از باسوادترین، حالا ویژگی‌های بازیگری درجه یکشون که دیدید سالها بمانند، واقعاً یکی از باسوادترین و عمیق‌ترین آدم‌های سینما و تلویزیون ایرانند و سالهایی بود که هی تا نامزدی می اومدند و نمیشد تا امشب. خدا رو شکر. بله، به افتخار هم شهاب حسینی، هم رضا عطاران، هم امین حیایی، اونا هم خیلی عالی بودن. آقای زمانی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه. خب اگه حسن پورشیرازی بود به ما نمیرسید به هیچ کدوم. تشکر میکنم از هیئت محترم داوران و همچنین دبیر محترم جشنواره بابت برگزاری بسیار موفق این دور از جشنواره. از حمید زرگرنژاد، خب کارگردانی که 2 فیلم تو 3 سال ساخته و بهترین بازیگر نقش اول مرد رو گرفته، خب قطعا باید ازش تشکر کرد و نمیشه ازش گذشت. و همچنین کل بچه‌های تیم شمال از جنوب غربی که بسیار فکر کنم غریبانه این کار کردن و ما تقریبا توی اون 5-6 ماهی کار کردیم که 2 انتخابات، خب شهادت رئیس جمهور، 2 بار حمله اسرائیل به ایران و فکر کنم فضای فیلم ما جزو معدود فیلمایی بوده که واقعا جنگی بود. یعنی ما خبرهامون جنگی بود و سعی کردیم کار کنیم. اگر اجازه بدید ما یک جمع بسیار خصوصی داریم با آقای فرهاد آقای شماین ارشادی، حسن پورشیرازی و چند تا از دوستان و من اجازه میخوام که این جایزه رو مشترکاً با حسن پورشیرازی اگر اجازه بدید تقسیم بکنم و امیدوارم که هیئت محترم جشنواره اینو به عنوان سیمرغ مشترک ثبت بکنن. بالاخره دوستان ما هستن. خیلی ممنون و یک تشکر بسیار بسیار ویژه دارم از مدیر برنامه‌ریزی آقای امیر رحمت حیدری که با مشقت‌های خیلی زیادی تونست این پروژه رو بالاخره مدیریت بکنه و همچنین سطحی با قواساس که اگر واقعا به دادمون نمیرسید این فیلم تقریبا نیمه تمام میموند. خیلی ممنون، خیلی ممنون.